ما هرگز دسترسی به علم سیاست شناسی نداشتیم. علم سیاست شناسی در تاجیکستان ثمره استقلال است. شما بینید که اکثر معلمانی که امروز سیاست شناسی درس میدن به شما، اکثر کلشون دیپلم سیاست شناسی ندارن. معلمان تاریخ، معلمان فلسفه، معلمان کمونیسم علمی، معلمان فنهای گوناگون نامزدی دکتری سیاست شناسی کردن و امروز سیاست شناسی درس میدن. چرا؟ ولی این به معنای نقد اونا نیست، به معنای این است که همین رشته نبود، همین رشته اجازت نبود که مردم تاجیک را آموزند، چون که این علم دولتداری است. علم دولت ها و ملت های صاحب استقلال است. این یک سلاح بزرگ است، این یک ظرفیت و توانایی بزرگ است. کم کم یگان کس اگر میسر میشد رفته در مسکو، سنت پترزبورگ، کیف که فکولته های سیاست شناسی همونجا بود میخواندن، ولی در دانشگاه های تاجیکستان تا دوره استقلال این فن اجازت نبود، چون که این فن خاص دولتداران است. از این رو وقتی که ما امروز محفل سیاست شناسی داریم و نمیخواه سیل جوانان داریم که میخواهد سیاست شناس شود، میخواهد علم دولتداری را آموزد، میخواهد در صحنه سیاست داخلی و خارجی فعال باشد، آینده این ملت بسیار درخشان است. همین ثمره استقلال است. بنابراین این محفل را و تشکیل محفل را و چنین حضور گرم جوانان رو میخواستم تبریک کنیم و استقبال کنیم.